اولو تانرین adıyla Bismillahirrahmanirrahim. برنامه 166 مهندسی جهل رو آغاز می کنم. ببینیم که برای امروز کدوم کتاب تاریخی چند صد ساله دست نوشته خطی تخصصی به شانسمون میخوره. من دیروز در پی اون کتابی که خوندم که بیشتر به نظر می اومد به دعا نویسی و اینجور چیزا مربوط باشه، یه بررسی کردم که ببینم آیا در این مورد کتاب های دیگری هستش. دیدم که بله، کتاب های بسیار مهمی هستش، ظاهرا به جادو و جنبل و اینها ربط داره، ولی بنا به دلایلی که برای من روشن نبود، بعضی از کشورها، بعضی از علمای اسلامی حکم بر حرام بودن اون دادن و مجازات، انگار مجازات داره بعضی کشورها بخواید این کتاب ها رو بخونید. نمیدونم، به هر حال کتاب هستش را باید در خوندنش مشکل ایجاد بکنن، یک مسئله است. اسم کتاب منار القمر بود. حالا ولی بهترین هاش ظاهرا به دو سه نفر تعلق داره، یعنی دو سه نفر کتاب هایی در این باره نوشتن که حالا احتمالا ما در آینده باهاشون روبرو بشیم. خب برگردیم و دوباره ببینیم که چه کتابی به شانس ما در میاد که امروز بخونیم. ما دیروز منار القمر رو که 105 صفحه بود و تاریخش هم مشخص نبود، فقط از یک کلمه روزنامه متوجه شدیم که این کتاب باید در 250 سال، حدود 300 سال اخیر نوشته شده باشه. خیلی قدیمی به مفهومی که قبلا با کتاب‌های قدیمی تر روبرو بودیم نبود. یه اشاره کوتاهی فقط به خیلی میگم قدیمی نمیتونه باشه، برای اینکه روزنامه نویسی و روزنامه نگاری به مفهوم امروزی خیلی عمر زیادی نداره، حدود 200 سال 250 سال باید عمر داشته باشه. اما یک کتابی که امروز به شانس ما در اومد اسمش از کتاب پادشاه، در 102 صفحه، باز هم براش تاریخ نذاشتن. این کتاب هم در سلیمانیه کتابخانه‌ای نگهداری میشه. یازما یازما باغشلار کتابه، در بخش کتابایی که دست نویس هست و وقفیه از طرف مردم. اینجا باز هم نگاه بکنیم به ظاهر کتاب که ببینیم در چه وضعیتی هست. یه ذره کوچیکش بکنم که کامل دیده بشه صفحه. این وضعیت جلد کتاب رو میبینید که ظاهراً مقوایی هستش. ورق رو، جلد رو که باز میکنه صفحه رو ببینیم، میبینیم که بسیاری از صفحات کتاب، شیرازه کتاب کاملا سکولوب کنده شده. نمیدونم حالا به فارسی چی میگه، سکولماخ در فارسی انگار که نداریم، نمیدونم یا من نمیدونم. سکولماخ یه چیزیه، پاره شدن یه چیز دیگه است و احتمالاً صفحات بسیار زیادی ازش از بین رفته که ما در اینجا با یه صفحه 18 مواجهیم و برای عکس برداری از این کتاب اومدن شماره صفحه 1 2 3 زدن. در نتیجه از یه دلیل دیگری که این کتاب صفحاتش از بین رفته اینه که اون صفحه بسم الله الرحمن الرحیم و اینا رو نداره تا میرسه به فصل اول مثلا دیگه. این معلومه که صفحات بسیار زیادی ازش از بین رفته متاسفانه. همین سکولماخ نشون میده دیگه، سکولوب، داغلب، یرتلب. حالا اینا رو نمیشه به فارسی ترجمه کرد.
خدا این رئیس جمهور جدید ایران رو، جدیدم خیلی نیست دیگه، حالا 1 سالی هستش که رئیس جمهور پزشکیان رو بیامرزه، لااقل با این اشعاری که میخونه و میخواد ترجمه بکنه به فارسی نشون میده که فارسی در مقابل زبان ترکی توانایی علم کردن رو نداره و یک چلنجی در میان فارسی شناسان فلان ایجاد کرده که خب یه زبانی که 100 ساله تو این مملکت قدغن ممنوعه و در مقابل انواع تحقیرها و اینها ایستاده، حالا در این وضعیتی هست. اگر این اجازه داده میشد، آموزش داده میشد و از نظر علمی و تکنولوژیکی هم بروز میشد، فارسی چه میتونست در مقابلش داشته باشه؟ حالا خط بسیار زیبایی نوشته شده با آنکه سطرها به هم نزدیک هست و کلمات تو دل هم هست، ولی به نظر من زیبا نوشته شده برای اینکه من میتونم این رو بخونم، باهاش ارتباط برقرار بکنم، بفهممش، احساساتش رو بفهمم، باهاش احساسات برقرار بکنم، مفاهیمش رو باهاش آشنا بشم، میتونم به هر حال درکش بکنم و این زیبایی هستش. بعضی از کلمات رو با رنگ قرمز نوشته و جدا کرده به عنوان میان تیتر، اینجا هم همونها رو میبینیم. یه زیبایی که این کتاب داره اینه که اومده حروف و کلمات رو صداگذاری کرده. این هم جزو زیبایی های اصلی این کتاب هستش که ما میتونیم ازش ترکی درست در اون مقطع زمانی مکانی رو یاد بگیریم، یا به همان شکلی که نویسنده کلمات رو و صداها رو باهاش آموزش دیده بوده، باهاش زندگی کرده بوده، ما هم میتونیم با خواندن کتاب اون صداها رو، اون کلمات رو به همون شکل تاریخی در اون مقطع و در اون جغرافیا رو یاد بگیریم یا باهاش زندگی بکنیم برای مدتی حداقل که داریم کتاب رو میخونیم. ظاهرا بعضی از اگر به احادیث و آیه هایی میرسه اونها رو هم با رنگ قرمز می نویسه که از متن جدا بکنه تا با متن ترکی اشتباه گرفته نشه، ولی خیلی کار زیبایی هست. کتاب متاسفانه آسیب دیده دیگه. حاشیه های کتاب رو میبینیم بالا آب اومده، حاشیه ها آب کشیده، نم کشیده و همچنین پلاسیده شده. یه پرانه پاره نشده، یه پرانماخ شده. البته یه مقدار لبه ها هم به نظر میاد که بعضی جاها ممکنه که خراش برداشته باشه یا یه بریدگی باشه، ولی یه پرانماخ داره دیگه. یه پرانماخ به فارسی نمیدونم چی میشه. خیلی کتاب زیبایی هست. من از همین الان بگم که دارم عشق میکنم. این کتاب در 102 صفحه نوشته شده و در 51 صفحه پی دی اف میتونیم ببینیم، برای اینکه در هر صفحه پی دی اف واو خیلی زیباست، خیلی زیبا نوشته شده. حیف این کتاب که بخشی از اون از بین رفته و منتدار این کسانی هستیم که این اینترنت رو، این اسکن ها رو، این چیزها رو در آوردن، پی دی اف و اینا رو ایجاد کردن که ما بتونیم به این کتاب ها عمر طولانی تر بدیم و میتونیم الان به دست من برسه. من کجا و این کتابخانه در کجا و این کتاب در کجا و چطور میتونستم برم و این کتاب رو مثلا پیدا بکنم و ببینم و عشق بکنم به خاطر این، فقط به خاطر زبان ترکی بودن این. حالا اینکه موضوعش چی هست، در مورد چه موضوعهایی صحبت کنن، یه حرف دیگریه، ولی خود این که این کتاب برعکس اون چیزی که به ما میگفتن یه کتاب احتمالاً، حالا نمیدونم در چه مالیه، در چه مورد، احتمالاً سیاست باشه یا نمیدونم در چه موردی هست، ولی شاهکار یک زبان ترکی در یک زمینه ای رو نشون میده که زبان ترکی توانایی سخن گفتن در این زمینه رو داره. حالا اینجا میرسیم به یه جایی که انگار یکی
یه چیزی افتاده، یه لکی از قلم افتاده روی کتاب و این رو خواستن پاش بکنن، کلا کشیدن و همه چند سطر رو خراب کردن. کتاب خیلی اینجا هم اینجاها این قسمت ها خیلی دیگه حیف شده، خیلی حیف شده، انگار که نمیدونم یه چیزی ریخته شده صفحات کاملا دیگه. و اینجا دیگه شیرازه کتاب رو هم میبینیم که این قسمت هم احتمالاً پاره شده و از بین رفته. حالا اگر بتونم برگردم به این قسمت میخونم تا ببینم که آیا این جمله ها به هم ربط داره یا اینجا هم تعدادی از صفحات از بین رفته. به نظر میاد که تعدادی از صفحات در اینجا هم از بین رفته باشه، وسط کتاب هم از بین رفته باشه. فی الادویه التي تلا ذکر لأجل غلازته و قوته، یعنی 11. bab şul adviyeler beyanında eder ki zekere tila etseler kema yenbagî. حالا اینجا یک چیزی نوشته که محکم و غلیظ ede hususen şul kişiler ki ümmi otlar istimal. احتمالاً ümmi باشه، emmi یا بله emmi otlar istimal etme sevmezler. Belki yubusetten perhiz ederler, şaf ve hugene kündürlere mekruh görürler. احتمالاً sevmezler درسته، یعنی اینجا پیدا نشد، صفحاتی از بین نرفته، احتمال میدم. حالا ممکنه تصادفی جمله ها با هم بیاد، ولی حالا اینجا یهو اول باب صحبت میکرد و اینجا یهو رفت تو یبوست. یعنی به نظرم میاد که ببخشید من رفتم یه صفحه بالاتر. بله اینجا یهو رفت تو باب یبوست. اینجا اصلا هنوز صحبت نکرده بود که در مورد چی میخواد صحبت بکنه. گفته بود که طلاب اتسلر کما ینبغی محکم و غلیظ اده خصوصا شول کشیلر کی امی برای اولین بار میخونم، نمیدونم امی اتلر استعمال اتمه سومزلر، نمیدونم امی یعنی چی، امی اتلر یعنی چی. بلکه یبوستن پرهیز درلر şaf ve hugne kendilere mekruh görürler. حالا اینجا نمیدونم به نظرم میاد که یه صفحه گم شده، به خاطر اینکه هنوز داره در مورد اینکه این رو مثلا چطوری بجوشونید و غلیظ بکنید اینا صحبت کنه، یهو میرسه به یبوست. این بهش نمیخوره، چون باید اول در مورد یبوست حرف بزنه و بعد بیاد وارد این بشه. ولی به هر حال رد بشیم، به نظر من اونجا پاره شده، یه مقدار صفحات از بین رفته اینجا، ولی در این صفحه ها چیزی دیده نمیشه. اینجا دوباره همون اتفاق برای کتاب افتاده و بدتر. اینجا دوباره با یه بخشی مواجه هستیم که دوباره حاشیه کتاب به شیرازه کتاب کاملا پاره شده، دریده شده از هم و احتمالاً بعضی از کلمات صفحات هم گم شده. حالا من برای اینکه دوباره ببینم آیا میتونم باب السادس عشر 16 فی ادویه التي یجعل النساء بگزا یا بنزا، یعنی 16. bab şul sul adviyeler beyan
eder ki öğretlerin. اینجا صفحه از بین نرفته، دقیقاً ادامه جمله هستش، چون که اول جمله که ادویه‌ler حالا در مورد ادویه برای خانم ها داره صحبت میکنه، در صفحه هم همون رو میخواد توضیح بده در صفحه بعد. پس اینجا صفحاتی احتمال بسیار زیاد یعنی از بین نرفته. میرسیم تقریبا به اواخر کتاب و حالا یه مقدار دقت بکنیم. ترکیب ایازیج یا ایازیج، بذارید یه مقدار اینجا دیگه من تلاش کردم که یواش بیام که تاریخی چیزی ببینم. این صفحه ها 2-3 صفحه آخر توسط یه افراد دیگری نوشته شده که ربطی به متن کتاب نداره. آها اینجا مثل اینکه یه چیزی نوشته، بذارید ببینیم چی میشه. حالا قاضیر درلر گرنلر حقی آردیندن باشی گره جودسی آق. حالا این چی بود که باشی گره جودسی آق؟ اینو نه گبق چکرده، گبق احتمالاً gabık çekirdeği gibi dur alac oldur ki anar ağacının kabını alasın. 100 dirhem miktarı ve 500 dirhem suyla giynedesin. Ama اینجا صفحه از بین رفته و bir dane guz içini belece koyasın. 100 dirhem su kalınca kayna sonra gece apara koyup sabah ederler. شفا بوله به اذن الله تعالی. حالا من فکر کردم این تاریخه که دیگه تاریخ نیست، همون چیز هست. نمیدونم، احتمال میدم که از این صفحه هم یه صفحه‌ای از بین رفته، چون که این امایی باید میداشت ولی اینجا اما نداره و اما bir dane گز içine حالا یه دونه گردو هم میگه داخلش بذارید دیگه. بقیهش مربوط به این کتاب نیست. متاسفانه ما با کتاب ها بازی میکنیم. البته خوبه که بتونیم در مورد متن کتاب یه چیزایی بنویسیم، نظر خودمون رو بنویسیم، اما این دیگه خیلی ظلمه به کتاب که بیاید باهاش مثلا دستخط تمرین بکنید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. برگردیم اول صفحه ببینیم که این کتاب چی هست. ما نمیتونیم با موضوعش در اینجا بر اساس گفتار نویسنده آشنا بشیم، ولی یواش یواش با خوندن یه تعداد از صفحات میتونیم بفهمیم که موضوع کتاب چیه. لودر بری آق و بری سازگل olur. حالا اینجا جالبه که این سانز اینجا یه کشیده داره که نمیدونم این کشیده چی هستش. میتونه مثل نا باشه. حالا این به کلمه قبلی ربط داره. در نتیجه جمله رو از اینجا که شروع کردیم نمیدونیم اصلا چی به چیه. بری آق و بری احتمالا ساره باید باشه، البته sazgıl olur. و مفاصل izam و gözleri gökçel veya elece gözlü olur ve deli ve dişleri ati saz galim ve aruk olur. Safravi olar cemaate haris و قوی olur. حالا اینجا ببینیم که میتونیم آیا
بیری آق و بیری سا، احتمالا اینجا ساری باید باشه. حالا من دارم اینجوری میگم به خاطر اینکه به خاطر رنگه، ولی سازگل olur. حالا این سازگل یا ساگازگل ساکازگل چی هستش olur. و مفاصل ایزام، ایزام فکر میکنم به معنی استخوانه در عربی. مفاصل ایزام یعنی اون مفاصل هایی که مثلا اینها، این قسمت ها، این بند ها، گاخلار، توی این اسمش گاخه اگه اشتباه نکنم، گاخلار، اینهایی که روی هم سر میخورن، میتونن اینجاها مثلا اینا مفاصلن، به هم دیگه فاصله ها رو میبندن. این مفاصل از فاصله ها هستش، بین اینها یه فاصله هایی هست، مفاصل. و جزلری، جوچل. حالا این جوچل چی هستش؟ آیا به معنی جزل جوچک چون داریم ما؟ جوچک به معنی زیبا، جزلری، جوچل و یا علجه، جزلو، اولوز و دلی و دیشلری، اتی، ساز، غلیم. حالا ساز غلیم احتمال این یه این غلیم که داره میاره به نظرم و آروب اولور، صفراوی اولر، جماعت حریص و قوی اولور. اما شل بزدور یا بردور، بذار ببینیم چی شد. اما شل بزدور لوسی، بزدورلوسی، احتمالا اینجوری باید بخونیم. این کلمات به خاطر اینکه خیلی به هم نزدیک نیست، از هم جدا هست بعضی ها، یعنی یه بخشی از کلمه ممکنه که خیلی از هم جدا باشه، در نتیجه مثلا اینجا بز یا به پارچه‌ای که حالا چه شکلی به کدوم پارچه بز میگیم این مهمه. معمولا من اون چیزی که یادمه در روستا بچه بودیم، پارچه‌ای که برای هم سفید باشه و هم اینکه بشه سوزماخ کرد، نمیدونم حالا سوزماخ رو چجوری بگیم، بشه آب ازش رد بشه، به این پارچه ها میگفتن بز. حالا البته اسم یک نوع پارچه بود دیگه، یک نوع پارچه بود بز. شول بز دورلوسی که آق تنلو و سمز یا سمن olur, onları belgemidir derler. Belgemidir derler. Belgemi tabiatdır, cemaat süst olur. Birden ziyade etse gati süst olur. Eğer ziyade etse gati süst olar. Ve hem helac olar. Hazır etmek gerektir. Meğer elac kuvvetiyle ola zararlı olmaz. Eğer elac kuvvetiyle olmazsa zarar olur. حالا تخصصی این در رابطه با پزشکی ظاهرا کتاب، ظاهرا در مورد پزشکیه. خب اصطلاحاتی داره که من باهاشون آشنا نیستم. فصل حالا اون فصل تموم شد، یه فصل دیگری شروع میشه. بیلینه ki بدن سست و ضعیف olup cemaate haris olmamak ve ol sebepten ahir bir mereze müptela olmak dört üzvün zayıfinden hasıl olur. Evvel kişi başı binesi zayıf olmak. Kişi başı binesi binesi zayıf olmak gibi. Ana hükema ضعف دماغ derler. حالا علامت این چیز چی بود؟ گفتش که
bilne ki beden süst و ضعیف olup جماعه حریص الممق. او جماع، اینم جماعه، من بالا هم اشتباه خوندم این رو، اونجا هم من جماعت خوندم و اینا، این جماع بوده. اما شول bezdürlüsü ki ağ tenlü ve semen olur, onları belgamidir derler. Belgami tabiatdır, cima'a süst olar. اینها برای رابطه، در رابطه زناشویی، عشق و معشوقی سست میشن، خیلی علاقه‌ای ندارن، به خاطر حالا اینو بلغمی باشن. میگه که خب اینجا من این رو جماعت خونده بودم که این جماع هسته. جماع به معنی تخصص، خیلی چیز بین دو نفر زن و مرد رابطه جنسی برقرار کردن رو داره میگه. خب برمیگردیم دوباره اصلا اونجا کیشی باشی beynisi احتمالا یعنی این باشه beynisi اینجا ضعیف المخ gibi ana hükema ضعف الدماغ derler. Onun alameti oldur ki başı denzine, dizine ve gözü ubalene ve gözü nuri ضعیف olup gözü kuvvet az ola. حالا اینجا علائمش رو داره میگه که چه شکلی تشخیص داده میشه. علائم اولدو چه باشه دگزینه یا دیزینه احتمالا باشه، دنزینه و گزی و بالنه. حالا اینا چیه؟ اینا کلمات تخصصیه دیگه، نمیدونم. و گزی نوری ضعیف olup گزی قوت آزالا، حالا نور دیدش کم میشه. و لونی متغیر اولا، رنگش هم تغییر میکنه. و جماعده جک وقت اوننه و جماعدن از اولا لذتش هم از جماع میگه چیزه. و ذکری سوست اولا، آلت تناسلی مردانش یا زنانش هم میگه. اسم خیلی مثلا تلاش کرده در ترکیه استانبولی یعنی ترکیه این رو بهش میگن که برای اینکه کلمات اون سختی و خشونت خودشون نداشته باشه میگن کیبارجه، یعنی تلاش میکنید اون کلمه‌ای که مثلا یه مفهوم چیزی داره اون رو یه مقدار مفهومشو نرم بکنید. اینجا بهش میگه کبار. مثلا اینجا اومده گفته ذکر به جای آلت تناسلی، اسم آلت تناسلی زنانه یا اسم آلت تناسلی مردانه رو بگه، میاد از یک کلمه دیگری سخن ذکر. و ذکری سوست اولا قوامه گلمه و سون دمده و سون یعنی اون لحظه آخر نشاط بیرل جما اتمیه، در لحظه آخر که میخواد تخلیه بکنه اونجا هم با نشاط خودش رابطه برقرار نمیکنه. و بیر جماعدن فارغ اولیاجاق بیر داخی یتر قادر olmuyor دیگه، برای بار دوم نتونه آماده باشه. Bu illetlere علاج شراب سکردür، شرابی که احتمالاً مست کننده هستش. رطوبت زیاده olmaktan حاصل olur، حالا میگه به خاطر رطوبته که چیز میشه. در گذشته اینها رو به این شکل، این پزشکی قدیم بوده دیگه، این نمیشه گفت اینا غلط هستن. حالا ما با پزشکی اسمشو گذاشتن پزشکی غربی، فرنگی، در طب فرنگی یا غربی ما با داروها مواجه هستیم که این داروها اگر یک خوبی فایده‌ای در بیماری یه بیماری داره، ولی در عوض ممکنه که 10 تا بیماری دیگه، 10 تا مشکل دیگه برای بدن ایجاد بکنه. این داروهایی که در غرب هستش متاسفانه به این شکله. من اخیراً با یه
فردی آشنا شدم که هم پدرش هم مادرش به سرطان مبتلا شده بود و خب اینها سالها دارو مصرف کرده بودن، بیماری بیشتر شده بود و بعد به شیمی درمانی رفته بودن و بعد وسط شیمی درمانی با هم دیگه صحبت کرده بودن چرا ما این کارو میکنیم، اینا که ما رو میکشه به زودی، بیشتر هم میشه هر روز، عمرمون کمتر میشه، اذیتمون بیشتر میشه، به جای این بیا خونه رو بفروشیم و بریم بگردیم، حالا که یه چند روزی عمر داریم بریم بچرخیم دنیا رو. و این کارو کرده بودن و من از فرزندشون شنیدم که میگفت الان خیلی بهترن، الان خیلی بهترن، دارن یه ونگ گرفتن، دارن دنیا رو میچرخن و میخورن و لذت میبرن و گردش میکنن و شاد هستن و داروهای شیمیایی هم که بیماریهای جانبی میاره ازش استفاده نمیکنن. خب میدونیم دیگه، دوستانی که با بیماریهای این چنین روبرو شدن میدونن که داروهایی که هر دارویی که ما میخوریم، هر دارویی، حتی من دیروز دیدم رادیو در کانادا یه بحث جدیدی راه افتاده، در آمریکا و در کانادا یه بحث جدیدی راه افتاده که خانم هایی که در دوره حاملگی از داروهای مسکن درد استفاده بکنن، حالا در آمریکا یه اسمی داره، میگه بچه های اینها به اوتیسم مبتلا میشن. این هم یعنی شما سرتون درد میکنه، میرید یه مسکن میخورید و این مسکن سردردتون رو از بین میبره، اما اگه حامله باشید بچه‌تون اوتیسم مبتلا میشه. خب این یه مشکل دیگه، یه دارو یه سردرد رو از بین برد، اما در گذشته اینها نبود. حداقل دارو، برای اینکه دارو الان به تجارت تبدیل شده و تجارت بسیار نامردانه‌ای هم هست، ولی در گذشته دارو به تجارت تبدیل نشده بود، دارو به درمان تبدیل شده بود، به علاج. اسمش هم علاج بود دیگه، چیز نبود، اسمش علاج. یعنی در پی راه حلی بودن که بتونن با گیاهان و میوه ها یه چیزی درست بکنن که درمان بشید، نه اینکه یه بیماری های دیگری رو هم بهتون اضافه بکنن، یه بیماری رو علاج بکنن 10 تا بیماری براتون بذارن. خب حالا برگردیم دوباره به چیز خودمون. Bu illətlere ilaç şərab sükürdür. Rütubət ziyadə olmaqdan hasil olar. Şərab sükür rütubəti dəf edər və احتمالاً فضلات تحلیل eder. فضلات نوشته، احتمالاً حالا فضلات دیگه، این یعنی اضافه جات چیز. و بینی مغز رو قوی و مزاج محکم eder و جما قوی eder. Məcmu zikr olunan illətləri dəf edər. Ondan qeyri necə dürlü faydə daxil eder. Zikr etmək mümkün değildir. حالا این سکر چی هستش و چه شکلی هستش و اینها، این دیگه یه بحثی که دوباره باید صحبت کرد. اما حالا اینجا یه چیزی نوشته که نمیتونم بخونم، اما ترکیب شراب سکری اومد. سکر در اصل یعنی دارای شکر، سکر یعنی شکر، سکری یعنی شکردار، شراب شکردار. حالا به مشروبات الکلی هم شکردار میگن، سکر میگن در زبان عربی، یعنی دارای شکر. حالا بذار ببینیم که این چی هست. میگه که چجوری، اما ترکیب شراب سکری، یه شراب سکری رو باید چجوری بسازن؟ زنجبیل و دارچین، همان دارچینی، بشر
درهم، بشر درهم، هر کدوم 5 درهم. من یادمه تا سال 1360 و اینها در تبریز قالیبافا وقتی میخواستن برن صبحانه بخورن، خب اول صبح میرفتن سر کار دیگه، ساعت 7 اینا میرفتیم سر کار، ساعت 9 یه صبحانه میخوردیم، ساعت 12 میرفتیم نهار بخوریم و بعدش هم ساعت 5 به بعد هم یه نونی باید میخوردیم. حالا دیگه شبم که دیگه شام حسابی میخوردیم. در اون مقطع به صبحانه میگفتن نشتابلغ و معمولا نون و پنیر بود دیگه. مثلا استا به شاگردش میگفت بدو از بقالی 5 درم پنیر بگیر بیا، یا شکر پنیر بگیر بیا. شکر پنیرم حالا نمیدونم به فارسی چیه. مثلا میرفتیم یه نوع حلوا بود دیگه، میرفت مثلا اون شاگرده یا من، مثلا هر کسی که استا دستور میداد، اون میرفت مثلا میگفت استا احمد، گفت الله خدا سلامتش بکنه، استا احمد رو من باش کار کردم، انسان بسیار شریفی بود و من در اون مقطع برای دانشگاه حاضر میشدم، با ایشون کار میکردم. ولی خب یه شاگردی داشت بهش میگفت مثلا برو از بقال براش نیستیه مینوشت، حالا این آخر هفته باید پولشو میداد دیگه. بشر درم، این درهم تا سال 60 من یادمه که رایج بود در تبریز، ولی من الان نمیدونم درهم چند گرمه. البته گوگل اینجا هست، بذارید ببینیم گوگل چی میگه. بذارید ببینیم 5 درهم چند گرم است. 5 درهم شرعی تقریبا برابر با 12.5 گرم نقره است، چرا که هر درهم شرعی حدود 2.5 گرم محاسبه میشه. خب پس 2.5 گرم، 5 گرم میشه 12.5 گرم، 5 درهم میشه 12.5 گرم. حالا اینم کمکی میشه برای شماها. زنجبیل و دارچینی به شر درهم، از هر کدوم 5 درهم، و گاگوله 2 درهم. حالا گاگوله یه اسم یه چیزی هست، از اینم 5 گرم، و گرنفل 1 درهم، و گرنفل هم که یه گلی هست، از این هم 1 درهم. علاهده یعنی جداگانه. دگلین سحق ادالر یعنی چی؟ نمیدونم. علاهده دکلیبن یا دکلیبن سحق ادالر bir cümle ki koyup üstüne soğuyalar 7 adviye miktarı ve bundan giynedeler ya ta kuvvet suya çıkar. تا قوت، این ته آخر رو ته گرده نوشته با 2 نقطه روش. suya çıkar ondan süzüp صافی ادلر آندن sonra 4 ادویه مقداری. حالا این چیه؟ اینجا در 2 جا این ادویه مقداری یعنی چی نمیدونم. این سوگیالر یعنی چی بود؟ گویا سو گویالر. اوکی، باید اینو علاهده دکلوبن احتمالاً دکلین سحق ادلر. میدونی که نمیتونم بخونم. bir cümle ki koyup üstüne su koyarlar 7 ادویه مقداری. ببینید 7 به اندازه 7 برابر اون ادویه هایی که داخل آب گذاشتید، 7 برابر 7 ادویه مقداری و آندن گینه‌دلر. سپس آندن یعنی بعد از اون که 7 برابر اون موادی که با هم
حالا وزن کردید گذاشتید 7 برابرش آب میریزید و میذارید بجوشه تا قوه سویچکا تا حالا Türkçe cirgidir. Cirgi suya çıkar. یعنی اون حالا میگه قوت اون نیرو انرژی اون داروها وارد آب بشه در آب چیز بشه çıkar. آندن süzüp سپس این رو باید süzmak بکنید. حالا باید این چجوری به فارسی ترجمه کرد از صافی بگذرانید از صافی بگذرانید صافی ederler آندن sonra 4 ادویه مقداری şeker birle نیم قوام ederler حالا بعد از اون به اندازه اون چیزی که وجود داره 4 برابر اون شکر بهش اضافه بکنید 4 برابر ادویه البته گفته 4 ادویه مقداری به اندازه 4 برابر اون ادویه‌ای که بوده شکر birle با شکر مخلوط بکنید نیم قوام ederler یعنی یه نیم مقداری قوام بدید بهش حالا قوام هم چی هست به فارسی نمیدونم این احتمالاً بذارید یعنی یه مقدار غلیظ بشه آمیخته ادوب با هم مخلوط بکنید üzerine birçok dirhem زعفران buçuk نیم دیروز گفتیم 2,5 اینو میگه buçuk dirhem نیم درهم زعفران گویلر هر sabah bir kaşık miktarı acla استعمال ederler یعنی در با شکم گرسنه عجله یعنی البته اینجا یه جوری نمیشه عجله یعنی ولی به نظرم میاد عاج استعمال ederler tamam kuşluk olunca nesne yemeyeler tamam گشلوک این گشلوک چی هستش نمیدونم گشلوک olunca نسنه میلر هیچی نخورن تا اون شفا اولا انشاءالله تعالی حالا دیدی که اینجا یه نسخه این کتاب در مورد داروسازی بیماری تشخیص بیماری و داروسازیه این کتاب من 3 صفحه این کتاب رو خوندم حالا ببینیم ساعت چنده خب میرم که از هر 15 صفحه یک صفحه رو بخونم الان صفحه 4 هستیم میریم صفحه 20 خب این صفحه 20 یک صفحه ازش میخونم بذاریم اول مطلب از کجا شروع میشه اول مطلب از خیلی قبل‌ها شروع میشه بیماریشو نمیدونم چیه در نتیجه حالا اینو بخونیم یه مقدار حالا حکما قطنده مفید و طبیعت انسانه اولان پخته شراب دور من اینو پخته نوشتم خوندم اما ممکنه که یه چیز دیگری باشه پخته شراب دور چی؟ او od birle giyinmiş od birle yani بر روی آتش od birle giyinmiş ola جوشیده بشه giyinmek جوش دادن giyinmiş ola و الا خام شرابیده فایده از olur در شراب خام حالا اونجا گفت دیگه ما نمیدونیم این چه نوع شرابیه حالا این شرابی که قبلا گفته ما یه شرابی خوندیم شراب سکر بود یعنی شراب شکر بود که اون رو خوندیم حالا این شرابی که الان اینجا میگه از چه چیزی ساخته میشه نمیدونیم ولی میگه که شراب ده فایده آزور اگر خام باشه نپخته گینمیش olmaya اون فایدهش کمه اما پخته و مثلث کی حالا مثلث چی هستش عادت حکما üzere نه پیشمیش ola fayda andadır پس پخته و مثلث چی
adeti hükema üzerine pişmiş ola پخته بشه فایده آنده‌دür. فایده در اون هستش که پخته etmek عادت oldur ki adet پختن این هستش که oldur ki ol zikr olunan şarablerden gıngısından dilerse hangi az her kudum gıngi her kudum gıngısından dilerse birer aler üç biraz aller حالا علمخ میکنن احتمالاً aller 3 اول مقدار سو گویا. حالا میتونه آلر هم باشه، یعنی این رو میتونیم بیراز دیلرسه بیراز یعنی بیر مقدار، بیراز این در گردا گفته میشه، در تبریز بیراز گفته میشه یعنی یه مقدار اندکی. بیراز آلر آللر اینجوری میخونیم آللر آللر. بله آللر یه مقدار بر میدارن 3 اول مقدار 3 برابر همون مقدار سو گویلر آب اضافه میکنن گیندلر میذارن میجوشه یه نه شراب مقدار گالنجر یعنی به اندازه اون شراب اصلی که میمونه برای اینکه آب الان قاطی کردن بهش 3 برابر اول گینenmiş şarabiden 300 درهم مقداری آلوب به اندازه 300 درهم ازش بر میدارن. 50 درهم صافی بال 50 درهم میشه 75 گرم نه ببخشید 125 گرم 125 گرم بال عسل بدون مو خالص صافی بال و یا شکر گاتوب biz bir tabakhure içinde od üzerinde kefin eleler. کفین آللر آندن. حالا اینجا چی میگه؟ یه مقدار چیز شد دیگه. شکر بکن بیر تنجره، ببخشید من اینو خیلی غلط خوندم، بیر تنجره ایچینده. تنجره قابلمه، الان امروزه بهش میگن قابلمه، قابلما قاب کردن، قاب انجام دادن، پر کردن قاب از قابلما ساخته شده. خیلی جالبه، پر کردن به مفهوم پر کردن هستش که رفته. تنجره در ترکیه تنجره هنوزم به قابلمه تنجره گفته میشه. تنجره içinde od üzerinde kefin alalar. کفین آلالر، ببخشید این کفی که بالاش میاد کفین آلالر. آندن سپس زنجبیل و جوز و دارچینی اکشیر درهم و عود هندی. حالا این اکشیر چی هستش؟ اکشیر درهم و عود هندی. حالا عود هندی و عنبر و سنبول بیرر درهم، از هر کدوم 1 درهم. از دارچین و ببخشید زنجبیل و جوز و دارچین و اکشر. این اکشر چی هست؟ من فکر کردم حالا نه اکشر حالا یه چیزیه در اکشر درمم حالا این چیه؟ و عود هندی و عنبر و سنبل بیرر درهم، از هر کدوم 1 درهم. این اکشر چی هستش نمیدونم، احتمالاً این ستاز انجبیل و جوز و دارچین اینها درهمشون فرق میکنه، وزنشون فرق میکنه. نمیتونم این اکشر آنشر حالا چی بخونیم. درهم، عود هندی و عنبر و زنجبیل اینا از هر کدوم 1 درهم و میسن و بیردن و حالا اینو باید نون بخونیم یا کاف بخونیم نمیدونم. میسن بیردنن bu dökülen sahak ederler.
Ketan bezinden getürələr, ondan ol şərab üzərinə qoyalar, az od birlə ta ki birbirine alişe. اینجاها آ رو با ا میگه، علیشه آ نمیگه خیلی. علیشه اندürələr ondan sonra bir serçe qab içinde, yani zarf küçük. Belki şişin səliqələr saxlayırlar. Belki şişe ehtimalen şişe, yani şişe səliqələr istemal edeler. حالا حالا این احتمالاً 16 هم بشو بخور. 16 səliqələr istemal edecek 40 dirhem miktarı edeler. صافی. حالا دیگه داره هی توضیحاتی در مورد این دارو میده که چجوری ترکیب بکنیم. اینها یه صفحه و نیم خوندیم. بریم صفحه 35 ازش یه چند سطر بخونیم که ببینیم فصل. حالا از اینجا شروع میکنیم. فصل otları yağın çıkarmak بیان eder. چجوری روغن سبزیجات و علوفه و اینها رو در بیاریم. فصل otlar yağın çıkarmak بیان در این فصل روغنگیری از گیاهان رو یاد میده، نباتات رو یاد میده. حالا شامل میوه‌جات هم میشه دیگه، این چون که البته میوه بذاره ببینیم چی میگه. گنگه چیچک و گنگه ot، هر چیچک گلها و گنگه ot و هر ot حاجت اولسه که احتیاج بهش بشه، الالر خرد ederler. بله. عللر یعنی بگیرند، بردارند و خوردش بکنند. زیت یاغ ایچینه گویلر، در داخل روغن زیتون قرار بدن. زیت یعنی زیت یاغی ایچینه گویلر یعنی در داخل روغن زیتون قرار بدن. اما خورد اتمک توپلاقده یعنی توپلاق، حالا نمیدونم اسم وسیله هست یا اینکه مجموعه اون چیز. توپلاقده دورباقسinde hacet degül ki خورد ederler. بلکه bütün goyalar. حالا میگه که نمیدونم این چی بوده. خورد اتمک توپلاقده، این توپلاق یعنی چی هستش نمیدونم. دورباقسinde torpaqdadır. آها اینجا اینجوری باید بخونیم. خورد اتمه توپلاقده‌دür. این توپلاقده جمله تموم شد. باقیسinde hacet degül ki خورد ederler. بقیه رو لازم نیستش، بلکه bütün goyalar میتونن bütün یعنی به طور کامل اونها رو بدون اینکه بشکنن خوردش بکنن بذارن. ببینید bütün رو هم نمیتونیم به فارسی ترجمه بکنیم، جالبه. اما زیت یاغه، روغن زیتون رو چجوری به دست میارن؟ یکی فصل کن مقدار اوله باقیسی داخی سلس و سلسان قلوب bir şişe içine koyarlar. Ağzın mum ile möhkem berkideler ta kim havay yağ cezb etmeye. Ondan sonra issi günlerde 40 gün tamam döre ondan sonra dura. 40 gün tamam dura ondan sonra
Anca bizden sözler اینجا bezden ببخشید اینجا bezden از پارچه خیلی ظریفی bezden süzeler safi edip onu safeş بکنن serçe gab içinde ağzın mühkem berküdüp hifz edeler dökülü otlar yağın bu resme çıkarırlar. حالا dökülü ihtimalen ya dünlü otlar yağın هر جور حالا چیز رو به این شکل میتونن روغنشون رو در بیارن. اما آچلر یاغه گوز gibi gur gibi ya guz gibi güz gibi ve badam gibi goz bebخشید goz gibi içler yağı یعنی دونه ها که داخلشون دونه هست اونها رو میگه. مثلا از این طرف ایچلر یعنی دانه هایی که داخل یه پوسته هستن اونها رو میگه. ایچلر yağı goz gibi badam gibi fındık gibi ola onların yağın bu resme çıkarmazlar. با این شیوه به دست نمیارن که برای گیاه ها گفت گیاه ها و گل ها گفت بلکه içleri dökerler ta ki çarşıya döne. حالا این çarşıya döne یعنی چی؟ یعنی مثل ترشی بشه نمیدونم. آنları dökerler ta ki çarşıya döne. Ondan sonra bir tepsiye koyarlar. اون رو روی tepsi سینی. بعد tepsiye koyarlar. Od kenarında alın alacak suya batırıp ol hurd olan içleri یغورلر تا کی یقی طبیعتدن تشره چگا. حالا اینها رو هم مالش میدن حالا به یه وسیله دیگه میشه روغناشون در بیاد که این دیگه مراحلش گفت من خیلی متوجه نشدم. بریم صفحه 45 یا 50 بریم صفحه 50 15 داریم میریم. 50 نداره 50 نداره صفحه آخر باید بریم. ترکیب حالا از اینجا به بعد رو دیگه بخونیم ببینیم این 3 صفحه‌ای که تقریبا مونده چی هستش، در مورد چی داره صحبت میکنه. ترکیب حالا این چی هستش؟ ایان بیچ ایاریج ببینیم چی هست. Medeyi gavi eder. Medeyi gavi eder. Gecelere yemeden, içmeden, fariq olduktan sonra 2 dirhem istimal edeler. حالا این چی بوده در بالا گفته دیگه. آها اینجا کتاب اصلا تموم شده. نه اینجا به بعد رو درست نوشتن ولی این بالا نوشته بذار ببین اینجا یه چیزی هستش که بتونیم چون تاریخ داره. از اینجا بخونیم. نوع دیگر گاگوله بوچوک درهم همون بوچوک درهم. گاگوله اسم یک چیزی هست نمیدونم گیاه دونه هست هر چی هست. گاگوله بوچوک درهم. سمغ عربی و چرک اوتی بیرر درن بیرر دتون بیرر. حالا اینجا دوباره یه چیزی نوشته که نمیدونم چی هست. و اصفهان سرمه بوچوک درهم. اصفهان سرمه با 3 نقطه داره 3 نقطه این نمیدونم ثرمه باید بگیم. اصفهان ثرمه بوچوک درهم نیم درهم. و ترنج گبر درهم. ترنج گب 1 درهم. ترنج گب این چی هستش؟ ترنج گب خودش یه اسمیه احتمالا. ترنج گب 1 درهم. تمام سحق odub şarabıyla giynedeler. Evvelki adet üzerine istimal edeler. Bekir ola
و اول جماعیدن حامله آیه داخی olursa به اذن الله تعالی. Bu zikr olunan terkibat esrar atibbadendir. Naehle faş etmeyeler. Eğer bazı kişiler bu zikr olunan bazın kerih görürse de بعضی از اینهایی که گفتیم میگه اگه ببینن زشت دیده میشه و اینها، bu اصل کتابه لایق budur ki، حالا اینجا انگار که افتاده، bu اصل کتابه لایق budur ki مجموع faydeler zikr oluna. خصوصا bu kitap kim? Kitab padişahidir. Gerektir ki cemi envaiden padişahlar خزینسinde ola. والله اعلم. تمت الكتاب بأون الله الملك الوهاب. کتاب در اینجا تموم میشه، ولی انگار با همین خط یه چیزی اضافه، یا خود نویسنده نوشته یا کس دیگری نوشته که نسخه برداری میکرده اصل کتاب رو. متاسفانه این کتاب هم باز هم تاریخ نداره. ترکیب آیان حالا چی؟ معده قوی eder gecelere yemeden içmeden fariq olduktan sonra 2 dirhem istemal ederler. Müstaki dirhem. حالا این مستکی چی هستش؟ dirhem، سنبول dirhem. اینا ننوشته چه درهم. آها، در زیرش یه عدد گذاشته، عدد یک گذاشته. müstaki 1 dirhem یعنی. سنبول 1 dirhem. سلها 1 dirhem. زعفران 1 dirhem. asarun 1 dirhem. ادخرمگی یا ارخرمگی، هر دوتا رو میتونم بخونم، 1 dirhem. دارچینی 1 dirhem. عود 1 dirhem. حب بلسان 1 dirhem. دانه بلسان یعنی. ملیله اسود 5 dirhem. ملیله اسود 5 dirhem. خلیجان اقاربی 2.5 dirhem. فارسی اینجاشو نوشته 2.5 dirhem. این قسمتی که این کسی که نوشته نسخه برداری کرده خودش علاوه کرده این رو. خب کار خوبی کرده، لااقل به این قدر اهمیت داده که این کتاب تموم شد. حالا من دارم به عنوان نویسنده این نسخه بردار یه چیزایی علاوه میکنم، جدا بکنم. بسوالج اشهب، حالا این چی هستش نمیدونم، این دوتا بسوالج اشهب 2.5 dirhem. سبر اسکتوری 5 dirhem. alahiده her birini sahak edeler. این sahak یعنی چی؟ چند بار این رو دیدم. sahak edeler رازیانج سویله رازیانج، احتمالا رازیانه باشه. رازیانج سویله حبلر ادلر. حالا این رو به شکل حب در بیارن. حالا حب رو بیا به فارسی ترجمه بکن. چی میگفتن بهش؟ داروها رو بگم حب میگن. همین حب ادلر حاجت وقتنده اکشیر درهم. حالا دوباره همین چیز رو قبلی آورده بود دیگه. اکشیر رو یه جای دیگه هم خوندیم، نفهمیدم چقدره. اکیشر درهم. او از هر کدوم 2 درهم. حالا متوجه شدم اونجا هم باید اکیشر میخونیم. اکیشر یعنی از هر کدوم 2 درهم. اکیشر درهم از هر کدوم 2 درهم استعمال ادلر. ترکیب حب الملوک، حالا اینجا یک کلمه نوشتی که خیلی نمیتونم، برای بول احتمالاً. افیون و زعفران و دارچینی و مستکی و سمغ و نشسته مجموعین برابر ادب
səhəq edələr, əfyun gülabilə, əfyun gülabilə əzələr, dəxi həblər edələr, istimal edələr. ترکیب نافع للرفع. حالا اینم یه چیز دیگریه. Qızıl noxud 3 dirhem, üzerine toxmi 3 dirhem, ayrıca her birinden qurudələr. Bədə səhəq edələr və anca bizdən geçirib bezdən anca və incə və incə bezdən geçirib kül su ilə qurub balçıq gibi edib, mesela palçıq, balçıq gibi edib panbuğa, pənbə, panbuğa dürtələr. Dahi gecə yatıp vaxt gözlərinə yetişdirələr. Vaxt gözlərinə yetişdirələr, sabah gedirələr. یعنی ببرند. حالا gedirələr یعنی اینو یه جوری بشورن انگار که اگر برکirədə dəf olmazsa, اگر bir kərədə dəf olmazsa تکرار edələr. dəf ola به اذن الله تعالی. لی، حالا اینجا یه چیزی هستش لی، حالا این حرف اضافه است برای خواندن نیست، این سطر نمیخواسته اینجا تموم ناقص دیده بشه، اومده یه چیزی نوشته لدفع گلونج. حالا قزل keçə قتال سرکه، قزل keçə یا keçə باید باشه، keçə قتال سرکه içinde qaynədələr. حالا قزل keçə چی هستش این نمیدونم. قتال سرکه هم چی هستش اینم بازم نمیدونم. سرکه که قتال باشه içinde qaynədələr dəxi yuragine ve beline isti ola geçəyi ürələr. گلونج زحمتیnden خلاص ola. حالا اینم یه چیزی بود برای گلونج نوشته بود. دیگه بقیه رو هم نخونیم چون که فکر کنم قبلا خوندیم. غازیردürler اینجا این رو نمیتونم بخونم، من باش ارتباط برقرار نمیکنم. این قرمزها رو خیلی چیز نوشته، ولی این رو اول کتاب که چیز کردیم این رو خوندیم. قبق çekirdeği gibidir. علاج oldur ki anar ağacının qabını alsın 100 dirhem miqdarı ve 500 dirhem su ile qeynətsin. اما دیگه بقیهش گفتیم که احتمالاً افتاده این صفحه. و bir dane göz içini beləcə qoyasın 100 dirhem su qalınca qeynaya, sonra gecə apara qoyub ayaza qoyub. Gecə ayaza qoyub. Ayaz هوای بیرون که دیگه گرم نیستش اون ayaz. حالا ayaz'a koyup sabah edeler şafa bule به اذن الله تعالی. این ayaz رو هم نخونده بودیم سری قبل که خوندیم، الان متوجه شدیم چیه. همین کتاب، خوندن این کتاب با اینکه تخصصیه دوستان، پزشکی دیگه، پزشکی و داروسازی سنتی هستش، قدیمی هستش. من باهاش آشنا نیستم با این لغت‌های تخصصی، ولی این اولا چند تا کار خوب کرده. یکی اینکه خطش در 99% موارد خطیه که من تونستم بخونم.
پس زیباست. درسته بعضی از کلمات تو دل هم فرو رفته یا از هم جدا شدن، بخشی از کلمات رو نمیشه، ولی آدم یاد میگیره. به تدریج که این کتاب رو میخونیم، اگر از اول میخوندیم احتمالاً با تمامی اینها داروها احتمالاً میتونستیم آشنا بشیم. مثلا ما در این صفحه مشاهدیم که ایکی شعر بوده، من اینو نمیتونستم بخونم، حالا تونستم بخونم. یعنی میخوام اینو بگم دوستان، برای خواندن یک کتابی که به این شکل وجود داره باید حوصله به خرج بدیم. همون لحظه اول که شروع کردیم به خوندن باید این رو بدونیم که ما درباره زبان ترکی و زبان ترکی تخصصی و زبان ترکی قدیمی در مثلا چند صد ساله خیلی بیگانه ایم. آموزش ندیدیم، نه تخصصی آموزش دیدیم نه عمومی آموزش دیدیم. در نتیجه خیلی سخته که ما بیایم مثلا بگیم اوه چرا نمیتونم بخونم بذاریم کنار. نه، به نظر من میاد که کتاب رو شروع بکنیم به خوندن، عجله نکنیم، یه 20 صفحه ازش که خوندیم، 20 صفحه که ازش خوندیم، اون وقت با کلمات، با معنی کلمات در خود کتاب اون 20 صفحه تقریبا آشنا میشیم. حالا بعضی از کلمات رو که مثل کلمات تخصصی که اینجا به کار برد میتونیم گوگل بکنیم ببینیم معنیش چی هست، ببینیم عکسش چی هست، میتونیم از اون طریق در بیاریم که این چی هست و به چه شکلی هستش. میتونیم یه مغازه هم باز بکنیم، مثلا این داروها رو بفروشیم، ترکیبش بکنیم و اینا بفروشیم. این روغن مثلا گفتش دونه ها، روغن گیاهان، روغن غول ها رو هم، حالا این قسمت ها رو حداقل از هر کدوم یه مقدار خوندیم، میشه به راحتی فهمید طب سنتی، طب شرقی رو، نگم طب سنتی، طب شرقی و طب غربی. طب غربی بر داروهای شیمیایی که یک بیماری رو خوب میکنه ولی 10 تا چیز ساید افکت داره، یعنی به انگلیسی میگن ساید افکت، یعنی هر دارویی که در نتیجه اینجا وقتی به مثلا در آمریکا و کانادا، به خصوص در کانادا، حالا من دیروز یه ویدیو دیدم از یه خانومی از آلمان فکر میکنم بود یا هلند بود که اونم همین شکایت رو داشت که من سرما خورده بودم، لوزم چک کرده بود، رفتم دکتر که آقا من وضعیم خرابه، گفت برو آب بخور، غذا بخور، نمیدونم فلان بخور، قرقره بکن، خوب میشه. دارو نداد. اینجا دارو نمیدن، دارو زیاد نیست، ولی در ایران به خاطر اینکه ما کارخانه های داروسازی در ایران و کشورهای جهان سوم داروهاشون رو آزمایش میکنن، میدن اونجا، به دکترام سفارش میکنن، دکترام از داروخونه پول میگیرن، حق پورسانت میگیرن، دارو رو به جای اینکه یه دارو ممکنه برای بیماری من خوب باشه، اینها 10 تا داروی ضد هم مینویسن که این دارو قراره مثلا تروئید منو خوب بکنه، 2 تا داروی دیگه مینویسن که اینو بد بکنه. حالا من یه عزیزی دارم که کلیه‌اش عمل شده، پیوندی هستش، تازه بعد 20 سال ما متوجه شدیم که مثلا خود این دارویی که یه دارویی که میدن تا بدن ضعیف بشه که این کلیه که از یک انسان دیگری هست این رو به عنوان جسم خارجی فرض نکنه و بیرون نندازه، بدن چون هر چیزی که برای خودش تازگی داشته باشه اینو بیرون میندازه و بگه این از من نیست، این با من سازگار نیست، این یک جسم بیرونی هستش که داخل من شده، این رو بیرون میندازه. برای اینکه این قوت باید این رو یه جوری فلجش کردین بدن رو، یه دارو میدن که بدن ضعیف باشه که تشخیص نده این جنس خارجی هست در درون من، این رو نگه داره. خود این دارو چند تا بیماری ایجاد میکنه، یکی این تروئید، مشکل تروئید هست، یکی فشار خون ایجاد میکنه، یک کلسترول ایجاد میکنه. فقط یه دارو، حالا ما 3 تاشو اخیراً در 1 ماه پیش فهمیدیم که این داروهایی که برای کلیه میدن، یه دارو که برای کلیه میدن، خود یک داروش چند تا بیماری دیگر ایجاد میکنه که باید داروهایی داده بشه که اون بیماری ها اینو نکشن. ولی در داروهای سنتی
اگر تشخیص خوب داده بشه و چون میدونیم به هر حال گیاه دیگه، فکر کنم ضررش کم باشه. نه اینکه ضرر نداره، اینم ممکنه ضرر داشته باشه، ولی ضررش حداقل میدونیم طبیعی کم باشه. راستشو بخواید من به نوعی دارم یواش یواش به این داروهای گیاهی خیلی اعتقاد پیدا میکنم. حتی خودم که در تصادف کرده بودم، دکترها گفتن که باید، یعنی دکتر گفتش باید بری عمل جراحی بشی، نپذیرفتم، برای اینکه دکتر گفت تا آخر عمر دردشو خواهی داشت. خب گفتم چیزی که من دردشو تا آخر عمر خواهم داشت، چرا برم عمل جراحی بکنم یه درد رو اضافه بکنم به درد موجود. و شروع کردم از راههای مثل همین طب سنتی یا طب شرقی. از طب شرقی به جای طب سنتی استفاده میکنم. از طب شرقی راههای مختلفی داره، از طب سوزنی چینی گرفته تا انواع حرکات کششی که در هم چین در هم هند وجود داره. یوگا در هند، در چین هم چین چی هستش، یه چین چیزهایی داره، خیلی یعنی متفاوتن. نرمش ها و ورزش های خاصی داره که اینها رو چیز میکنن. یا الان دیگه مثلا قبلا ما گلونج سندرماخ میگفتیم، یعنی یه جوری یه بعضی از این افراد یه جوری این بدن ما رو شاک میکردن. اینها مثلا الان تبدیل شده به یه علم. شما میرید الان حتی در کانادا میرید، یه رشته تخصصی هست مثل فیزیوتراپی، میرید اونجا این دکتر شما رو، گردنتون رو، استخوان‌های بدنتون رو جا میندازه و اینها یه صدایی میکنن و جا میندازه. حالا میتونم گوگل بکنم بنویسم این من اسمش رو فراموش کردم. بذار ببینیم اینو میتونم ببینم. من اینو قبلا تو انگلیسی نمیشه اینجوری. حالا اون یادم نیفتاد که چی باید بنویسم، ولی به هر حال اون هم یک تخصصی که الان وجود داره و جلوی عملهای اینجوری رو میگیره. سلام علیکم. علیکم سلام. عملهای اینجوری رو جلوشو میگیره و شما میتونید با درد کمتری زندگی رو ادامه بدید. به هر حال اینها مربوط به طب شرقی هستش که تجربه های بسیار زیادی هم داره. یعنی میدونیم مثلا از زالو استفاده میکنن، از نشتر استفاده میکنن، حالا زخمی میکنن، خون میگیرن، نمیدونم چوب سالالدار، حالا بادکش چی میگن میندازن، نمیدونم خیلی مثلا دست و پا که میشکنه دیگه نمیرن، اینو خودشون میفهمن یه جوری میبندن، سریعتر از اون چیزی که دکترها انجام میدن خوب میشه و جوش میخوره استخوان‌ها و اینها. یا اگر در بره استخوان‌ها، اینها رو میتونن جا بندازن. اینها چیزایی که طب شرقی درش ماهر بوده و افرادی هستن که واقعا به اینها مسلطن. این کتاب هم مربوط به پزشکی بود، پزشکی شرقی، که ما فکر کنم حدود 10-12 صفحه ازش رو خوندیم. کتاب ساده صمیمی هستش به زبان ترکی. خب گیاها یا داروها تخصصی هستند و برای فهم اونها باید یه مقدار با این رشته تخصصی آشنا شد و خب من باهاش آشنا نیستم، ولی میتونم بگم که من تونستم 99% این کتاب رو، یعنی میتونم 99% این کتاب رو
اگه 20 صفحه رو از اول، حداقل 20 صفحه رو با عجله نخونم، همینجوری راحت بخونم، میتونم این 99% این کلمات این کتاب و جملاتش رو بخونم. حالا بعضی از کلمات گفتم چیز هستش، تخصصی، داروسازی، گیاهی، خب اینها رو باید گوگل کرد، باید عکسش رو دید، باید در موردش توضیحاتش رو خوند تا بشه ازش استفاده کرد. به هر حال کتابی که به زبان ترکی ساده نوشته شده. بهترین چیزی که من در این کتاب دیدم علاوه بر سادگی متن این هستش که این کتاب با صداگذاری روی الفبا نوشته شده، از اول کتاب تا آخر کتاب. متأسفانه کتاب آسیب بسیار جدی دیده، حداقل در 2-3 جا بسیاری از صفحه ها از بین رفته و ما با یک کتاب ناقصی روبرو هستیم متاسفانه. اما درباره پزشکی یکی از کتاب‌های خوبیه که در میان این 5-6 کتابی که در رابطه با داروسازی و پزشکی و اینها، بیماری ها و اینها تا الان در زبان ترکی خوانده بودیم، به نظرم میاد بهترین باشه، به خاطر اینکه صداگذاری کرده این حروف رو. به هر حال این هم برای باب امروزمون. دیروز در مورد دعا و جاده و جنبل احتمالاً یک کتاب رو خوندیم و امروز در مورد پزشکی و این قدرت زبان ترکی در رشته‌های مختلف رو نشان میده. براتون آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم و الله بزرگ رو شاکرم که به من یه فرصت دیگری داد تا یک کتاب دیگری رو به زبان ترکی بخونم. براتون آرزو میکنم که تندرست و سلامت بمونید و بتونید کتاب ترکی رو شروع بکنید به خواندن تا بتونید از زندان جهلی که بر حدود بیش از 20 نسل ما حاکم کردند رهایی پیدا بکنیم. روزتون بخیر، به امید دیدار، الله یارتون.